در این جلسه اومدیم با هم دیگه 3 تا از اشتباه حرف بزنیم که شما باید پرهیز بکنید، شما چطوری میتونید ثروتمند بشید. خیلی از افراد فکر میکنن من باید پولدار بشم، باید سخت کار کنم و پول در بیارم تا بتونم ثروتمند بشم. این یک افکار عمومیه، یک افکار غلطیه که شما رو باعث میشه باز میداره شما نتونید ثروتمند بشید. ولی حقیقت اینجاست که افرادی که ثروتمند شدن فقط زودتر شروع کردن. اونا یک شبه ثروتمند نشدن. دردها و رنج‌هایی که پشت اون ثروتمند شدن اونا گذراندن شما ندیدید. میخوام یک رازی رو به شما بگم، راز ثروتمند شدن. شما چطوری میتونید ثروتمند بشید؟ یکی از این 3 تا رو باید داشته باشید. یا اینکه اینترست، یا اینکه باید بهره خوبی داشته باشید. مثلا اینکه اگر شما هر سال 100 برابر پول شما بشه، مثلا 10 یورو دارید، سال بعدی بشه 100 یورو، سال بعدی بشه 1000 یورو، سال بعدی بشه 10000 یورو، سال بعدی 100000 یورو، سال بعدی 1 میلیون یورو میشه. اون موقع اگر بهره خیلی خوبی داشته باشید. اگر بهره خوبی ندارید، اگر بهره خوبی ندارید شما باید کپیتال داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی سرمایه داشته باشید. اگر شما 1 میلیون یورو داشته باشید اما فقط 7% سالی سود بگیرید، در سال بعدی 70000 یورو به شما پول میرسه. در یک سال 70000 یورو، این یک انجینیر انقدری درآمد نداره. 70000 یورو درآمد دارید. یا اینکه اگر اینم ندارید، سرمایه هم ندارید، باید تایم سرمایه گذاری بکنید. زمان بهترین دوست شما، زمان بهترین اهرمه. اگر شما زود سرمایه گذاری بکنید و پولتون رو در نیارید، پولتون رو آرام بذارید برای شما کار بکنه، ثروت میسازید. اگر اینکه کاپیتال ندارید، تایم دارید. مثلا اینکه شما ماهی 200 یورو سرمایه گذاری میکنید، خب من نمیدونم چقدر میشه در 30 سال آینده، من نمیدونم چقدر میشه، اما من حدس میزنم مابین 600,000 یورو تا 1 میلیون یورو میشه. اگر که شما 30 سال پولتون رو بذارید برای شما کار بکنه، یکی از اینا هست. یکی از اینا رو باید داشته باشید و اگر شما همچین باور غلطی داشته باشید باعث میشه که شما رو باز بداره و نظر ثروتمند بشید. یکی از اشتباهات دیگه‌ای که در سرمایه گذاری هست اینه که بعضیا فکر میکنن باید درآمد خیلی خوبی داشته باشی تا وضعیت بهتر خوبی تر داشته باشی. این غلطه، اشتباهه. چنین چیزی نیست. من یک کسی رو میشناسم که ماهانه 3000 تا 4000 یورو درآمد داره، خب ولی هر ماه زنگ میزنه پول میخواد. هر ماه این ماشین کرایه میکنه، گوشی خوب میخره، هر 6 ماه گوشی جدید داره، لباسای خیلی خوبی میپوشه، ولی هر ماه بدهکاره، هر ماه نیاز به پول داره. من یک کسی دیگه رو میشناسم 1700 یورو درآمد داره اما غذای خیلی خوبی میخوره، پول به اندازه کافی داره، لباسش خوبه، پسندازم داره. من یک کسی دیگر رو دیدم ماهی 10,000 یورو درآمد داشت، ماهی 10,000 یورو، اینترویوش دیدم، ماهی چندین هزار یورو فقط کرایه خانه میداد. یعنی بستگی به درآمد شما نداره. میزان درآمد شما میزان دارایی شما رو نشان نمیده، بلکه میزان ساختار خوب شما رو میده. ساختار با کیفیت، فیت مساوی ثروت. اگر که شما ثروت میخواین داشته باشید باید یک ساختار خوب داشته باشید. ساختار خوب باعث میشه شما احساس آرامش بکنید. وقتی که بدونید پول شما آرام آرام رشد میکنه و ساختار خوبی داشته باشید، ثروت دارید. من یک ویدیوی دیگه دیدم در آمریکا، یک مردی بود که میگفت قسم میخورم، یک مرد سیاه پوستی میگفت، مرد قسم میخورد، میگفت در کل عمرم ساعتی $13 بیشتر درآمد نداشتم. ساعت $13 چیه؟ $13 اینطوری ببخشید $13 سلام، اما یک خانه بزرگ داشت و 1 میلیون یورو، 1 میلیون دلار ثروت داشت. 1 میلیون دلار ثروت داشت، یک خانه. چطور چنین چیزی امکان داره؟ سرمایه گذاری کرده بود، زود سرمایه گذاری کرد، بسیار با پولهای کم، اما اوضاع مالیش از خیلی آدم‌های دیگه‌ای که با پولهای خیلی زیادن بهتر بود. یکی از اشتباهات دیگرانی که خیلی از مهاجرین، به خصوص مهاجرین افغان که من باشون ارتباط دارم، فکر میکنن امنیت شغلی یعنی امنیت مالی. طرف میگه من حاضرم درآمد کمتری داشته باشم اما همیشه کار داشته باشم. حرفش قشنگه، حرفش درسته، اما اگر شما یک نقطه درآمد داشته باشید مساوی یک نقطه، یعنی یک نقطه آسیب پذیری، اگر شما اینو داشته باشید اینجا درآمد بکنید، اینجا اتفاقی بیفته درآمد شما کم میشه. و من یک کسی دیگه، همون آقایی که من میشناختم و هر ماه خدا شاهده باش کار میکردم، هر ماه
به من زنگ میزد، از من پول قرض میگرفت، مثلا 100 یورو، 150 یورو، 300 یورو قرض میگرفت، ماه بعدی میداد، بعد دوباره یک هفته بعد از اینکه حقوقش میاد 3 روز 4 روز بعد دوباره زنگ میزد، دوباره یک هفته بعدش زنگ میزد، دوباره یک هفته بعدش زنگ میزد، پول سیگار ندارم، پول فلان ندارم، پول بدبختم. میخوام به شما بگم امنیت مالی به امنیت شغلی به معنی امنیت مالی نیست. اگر شما سرمایه گذاری بکنید به اون معناست که شما امنیت مالی خواهید داشت. من خودم وقتی که بیکارم، وقتی که کارم از دست میدم، اما بازم من یک ثروتی دارم داخل بازارهای بورس و این ثروت من هر سال سود خوبی میاره. اگر شما تقسیم به 12 بکنید، من تقریبا مثل انسانایی که بیکار میتونن چی میگن، مثل انسانی که کار میکنه میتونم در بیکاری خودم پول در بیارم، اما اون پول خب من خرج نمیکنم، اون پول فقط سرمایه گذاری میشه برای من، دوباره من ازش سهام میخرم، داخلش سهام میخرم. پس 3 تا اشتباهی که من به شما گفتم، اگر این 3 تا اشتباهو شما انجام ندید، متوجه باشید و زود شروع به سرمایه گذاری بکنید، زندگی شما از لحاظ مالی عالی میشه. خرجتون رو کمتر بکنید، به جای اون ماهی 100 یورو 150 یورو فقط سرمایه گذاری بکنید. سودی که شما رو اون پول بگیرید، مثل آقای آقای آینشتین میگه که یکی از 8 عجایب جهان سود مرکبه. سودی که درسته به شما سود میاره اما با مرور زمان کمه، اما با مرور زمان تبدیل به یک غولی میشه. اگر شما فقط 50,000 یورو رو شما سرمایه گذاری بکنید، سال بعدی مثلا 3500 تا به شما میده، این پول زیادی نیست، اما سال بعدی هم روی این 50,000 تا سود میاد، هم روی این 3500 تا مثلا دوباره سود میاد، مثلا روی این کلا 210 تا سود میاد، با اینم 3000 تا هم میشه، سال بعدی 3700 تا، سال بعدی هم روی این سود میاد، کم 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 نقطه‌های کوچیک یا اینکه شما 200 یورو شروع بکنید، 200 یورو شما ماهی سرمایه گذاری بکنید، 200 یورو بعد از 30 سال تبدیل به پول بسیار بزرگی میشه. 3 تا اشتباه مالی رو مواظب باشید.